واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و احترام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فعلا در قسمت چهلم برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی قرار دادیم. در قسمت گذشته این برنامه درس ما در مورد ستره نمازگزار بود، در ابواب صلات باب ستره بود و احکام ستره نمازگزار را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در درس گذشته خدمت شما تقدیم کردم و ان شاء الله تعالی در این قسمتی از برنامه درس ما در مورد باب خشوع و خضوع و تضرع در نماز است که خشوع و خضوع و تضرع در نماز روح نماز است و نمازی که بدون خضوع و تضرع خوانده میشد نمازی بدون روح است، جسمی بدون روح است. خشوع و خضوع دوستان عزیز دو کلمه مترادف است که به معنای عاجزی و تضرع می آید و عده از علما فرق کردن در مابین علمای لغت فرق کردن در مابین خشوع و خضوع و فرمودن که خشوع در باب خشوع در نماز در مسائل آواز گفته میشه، وقتی که انسان در آواز خود تضرع نشان میده یا در چشمهای خود تضرع نشان میده برای از او خشوع گفته می شود. و اما در سایر بدن خود وقتی که تضرع و عاجزی نشان میده او را خضوع گفته می شود، چون الله متعال درباره عاجزی صوت می فرماید که و خشعت الاصوات للرحمن، که در روز قیامت همه آوازها خاشع و خاضع و متضرع در نزد الله متعال هستند. و همچنین درباره تضرع چشمه ها یا انکساری چشمه ها می فرماید که خاشعتا ابصارهم، در روز قیامت چشمان مجرمین و کفار خار و ذلیل هستند در روز قیامت. و عده از علمای لغت گفتند که خشوع مختص قلب است، یعنی انسان وقتی که انکسار قلب از خود نشان میده در نماز، قلبش منکسر و عاجز می باشه، به او گفته میشه خشوع. و اما خضوع به سایر بدن، دیگر سایر بدن وقتی که در سایر بدن انکسار و عاجزی از خود نشان میدهد برای از او خضوع گفته می شود. چون در حدیثی است که امام حاکم از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودن الخشوع فی القلب، خشوع و عاجزی در قلب انسان است. وقتی که قلب انسان منکسر بوده باشد، در قلب انسان انکسار باشد، قلب انسان عاجز بوده باشد، برای الله متعال عاجزی به توسط قلب نشان بده او را خشوع گفته می شود. و همچنین در ادعیه مسنونه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که ایشان همیشه می فرمودند که و اعوذ بک من قلب لا یخشع، ای بار الها من از قلبی که خشوع در او نیست ما از او پناه می خواهیم بر تو. و از این ادعیه معلوم می شود و همچنین از قول امام علی که مراد از خشوع قلب می باشد و اما خضوع عاجزی و انکسار در سایر بدن. و اما مطلب از خشوع یا خضوع در نماز چی است؟ این مطلب را امام ابن قیم رحمت الله علیه در کتاب قیم خود به نام مدارج السالکین کتابی دارند
در او بیان میکنند که الخشوع فی الصلاة قیام القلب بین یدی الرب بالخضوع والذل. مراد از خشوع نماز این است که انسان با قلب منکسر، با قلب مطمئن و با قلب ذلیل و با قلب خار در نزد الله متعال در نماز ایستاد شود. که وقتی که انسان در نماز ایستاد می شود، قلب انسان متوجه از این باشد که ما مقابل یا روبروی الله متعال ایستاده هستم، به الله متعال مناجات دارم و از خود انکسار و عاجزی نشان بدهد و این امر را در نماز و این مطلب را به نام خشوع یا خضوع در نماز یاد میکنند. و حکم خشوع دوستان عزیز در نماز، که خشوع و خضوع در نماز چی حکم داره، یا فرض است یا واجب است یا سنت است؟ جمهور علما رأیشان این است که خشوع در نماز سنت مؤکد است، به این معنی که اگر کسی نماز خود را به عجله میخواند و ارکان و واجبات از او را ادا میکند اما در او خشوع و خضوع نمی باشد، نمازش درست است، نمازش فرضی از او ادا می شود، لیکن نمازش ناقص است، نمازش جسمی بدون روح است، نمازش از نگاه ثواب، از نگاه اجر کم است. ثواب و اجری که در خشوع و خضوع میگیرد در نمازی که با بدون خشوع و خضوع خوانده می شود او اجر ثواب در او نیست، اما واجبش یا فرضش ادا می شود. این رأی جمهور علماست و عده علما رأیشان این است که خشوع و خضوع در نماز واجب است و بدون نمازی که بدون خشوع و خضوع خوانده می شود نماز درست نیست. و خشوع دوستان عزیز در نماز به چه شکل حاصل می شود برای انسان؟ خشوع و خضوع در نماز وقتی برای انسان حاصل می شود که انسان نماز خود را با رعایت ارکان و واجبات و شروط نماز بخواند. یعنی شروطی که قبل از نماز شرط است باید پیش از اینکه در نماز داخل میشه و شروط را متوفر کنه که وضوء به طور سنت و به طور مسنون وضوء بگیرد و متوجه قبله در نماز بوده باشد و همچنین کالا و جای خود را پاک بکند و بعد از داخل شدن وقت نماز را ادا کند. و همچنین ارکانی که در نماز هست که تکبیر تحریم است و قیام است و قعود است و رکوع و سجده و قرائت، این ارکان را انجام بدهد و همچنین واجبات نماز را و انجام داده با اطمینان کامل در نماز داخل شود. در این صورت بر انسان خشوع و خضوع در نماز حاصل می شود. و لذا الله متعال در تمام آیاتی که مسلمان ها را به نماز امر میکند تعبیر به اقامه نماز میکند، نه به ادای نماز. چون مطلب اقامه نماز این است که انسان وقتی که نماز را ادا میکند تمام شروط و ارکان و واجبات نماز را رعایت باید بکند. اما نمازی که بدون شروط نماز، بدون انجام دادن شرطهای نماز، بدون انجام دادن ارکان نماز، بدون انجام دادن واجبات و سنن و نماز بوده باشد و بدون اطمینان و راحت قلب بوده باشد و نماز از او اقامه نماز گفته نمیشه، مجرد ادای نماز است. لذا الله متعال در تمام آیات امر میکند به اقامه نماز و اقیم الصلاة و آت الزکات، شما نماز را برپا کنید و زکات را بدهید. در جای دیگر میفرماید که الذین یقیمون الصلاة، وصف مؤمنین مسلمان ها این است که نماز را برپا میکنند با رعایت شروط و واجبات و ارکان از او. و در آیه دیگر میفرماید که و اقیم الصلاة، تو نماز را برپا کن. و همچنین میفرماید که رب جعلنی مقیم الصلاة، ای بار الها من را از جمله کسایی بگردان که نماز را برپا میکنند با رعایت شروطی، با رعایت کردن شروط و ارکان و واجباتی از او. فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری، آیات متعددی در تمام آیات الله متعال امر به اقامه نماز میکنه نه به ادای نماز. و همچنین نمازی که الله متعال میفرماید که ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. این امون نمازی است که در او خشوع و خضوع مراعات شود. اما نمازی که در او خشوع و خضوع مراعات نشود او هیچ وقت انسان را از منکر، از کارهای بد باز نمی‌دارد. لذا ما می‌بینیم که زیاد مردم نماز می‌خواند اما در عین وقت مرتکب فواحش و مرتکب منکرات می‌شود.
چون نمازی از او بدون روح است، نمازی است که در او خشوع و خضوع نبوده است. و همچنین الله متعال در وصف مسلمان ها می‌فرماید که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در سوره مؤمنون برای مسلمان ها، برای مؤمنین الله متعال اوصاف متعددی بیان میکند. وصف اولشون این است که الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنین کسانی هستند که در نمازهای خود خشوع و خضوع را مراعات میکنند، نماز را با خشوع و خضوع ادا میکنند. و همچنین الله متعال در سوره بقره میفرماید که واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین. نماز دشوار است مگر برای کسایی که خاشع هستند، برای کسایی که خشوع و خضوع را در نماز مراعات میکنند. به این معنی که کسی که خشوع و خضوع را در نماز مراعات میکنند نماز برای او آسان و سهل است، اما کسی که خشوع و خضوع را در نماز مراعات نمیکنند نماز برای او، ادای نماز برای او دشوار و مشکل است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روح نماز را یا نماز را خواندن عبارت از خشوع و خضوع، که نماز در حدیثی که او را امام ترمذی و امام نسائی و امام احمد روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند انما الصلاة تمسکن و تواضع و تضرع و تأوه و تندم. نماز نیست مگر جز اینکه انسان خود را به حالت مسکینی قرار بدهد در مقابل، در مواجهه الله متعال. وقتی که ایستاد میشه به حالت مسکنت و به حالت عاجزی ایستاد شود، و همچنین تواضع به حالت تواضع انکساری و تضرع و به حالت تضرع عاجزی در درگاه الله متعال، و همچنین به حالت تأوه و تندم که هر عملی که در بیرون نماز انجام داده عمل غیر مشروع از او پشیمانی بکنه و آه و حسرت خود را با کردن از او بکشد و از او توبه بکند و به حالت عاجزی و به حالت مسکنت در درگاه الله متعال ایستاد شد. این نماز را پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که نماز نیست مگر جز امین کار. و همچنین فرمودند و تقنع یدیک فتقول. نماز است، نماز مراد از نماز این است که انسان دستهای خود را بالا کند و در درگاه الله متعال با عاجزی بگوید که اللهم ای بار الها ای بار الها. فمن لم یفعل ذلك فهی خداج. کسی که در نماز خود حالت مسکنت را، حالت تضرع را و حالت تواضع را و همچنین حالت پشیمانی و دعا و گفتن اللهم مراعات نکند، پیامبر صلی الله علیه و فرمودند که فهی خداج. نماز این شخص نمازی ناقص است، نمازی کامل نیست. و مراتب ایمان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر دادند که ایمان 3 مرتبه داره که اسلام است و ایمان است و احسان است، و بلندترین مراتب ایمان که احسان است، و این احسان حاصل نمی‌شود بر انسان مسلمان مگر در صورتی که نماز خود را به حالت عاجزی و به حالت انکسار بخواند. چون در حدیث مشهوری که حدیث امام بخاری رو روایت میکنه از عمر بن الخطاب رضی الله عنه که شخصی حدیث جبرائیل پیش پیغمبر صلی الله علیه و آمد و از پیغمبر صلی الله علیه و سوالای متعددی کرد و بعد از خودش جواب داد. در جمله سوالایشان فرمودند که مل احسان، احسان چی است؟ و در جواب گفتند که الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احسان است که تو عبادت خدا را بکنی مثل ازی که تو را میبینی. وقتی که در نماز در درگاه الله متعال استاد میشوی به شکل استاد شوی که تو روبروی الله متعال استاد، الله متعال را میبینی. و اگر تو الله متعال دیده نمیتونی، الله متعال یقینا تو را میبینه. پس تو در نماز که استاد هستی مواجه و مقابل الله متعال هستی به حالت استاد شوی که حالت تضرع و مسکنت و عاجزی بوده باشه. و وقتی که این کار رو در نماز کردی تو را به درجه احسان میرسانه که بلندترین درجه ایمان است. و انسان مسلمان اجر و پاداش نماز خود را به قدر تضرع و عاجزی خود در نماز میگیرد. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند ان الرجل لا يصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها الا عشرها. انسان نماز میخواند و احیانا از نماز و اجر و ثوابی که در مطلوب است حاصل نمیکنه مگر عشری از او را، دهم حصه از او را. و بعضو فرمودن که انسان دیگری نماز میخواند از نماز حاصل نمیکنند مگر نصفی از او را، و شخص دیگری نماز میخواند از نماز اجر و پاداش حاصل نمیکنند مگر ثلثی از او را،
و تا که آمدن به نصفی از او. یعنی هر قدری که انسان در نماز تضرع و عاجز از خود نشان بدهد به مو قدر ثواب و پاداش از الله متعال حاصل میکند و هر قدری که در نمازش اطمینان نباشد و عاجزی و تضرع نباشد به همون قدر ثوابی از او از نماز کاهش می‌یابد و کم می‌شود. و بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه دوباره خدمت شما هستیم با ادامه این مطلب. با ما باشید دوستان عزیز. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مردم را بشارت دهید و آنها را متنفر نسازید. صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. گفتم که خشوع و خضوع در نماز روح نماز است و نمازی که بدون خشوع و خضوع خوانده می شود مثل جسمی بدون روح است و خشوع و خضوع در نماز سنت مؤکده است در نزد جمهور علما و ثواب اجر و ثواب نماز داده می شود برای انسان نمازگزار به قدر خشوع و خضوعی که در نماز انجام می دهد. و الان میایم بر وسایل و اسبابی که انسان را وادار میسازد به خشوع و خضوع در نماز، یا چی وسایل و اسباب است که انسان او را در خود متوفر کنه و او را انجام بدهد تا که به خشوع و خضوع دستیاب شود و خضوع بتواند که در نماز خود خشوع و خضوع را مراعات کند. اولین اسباب این است که ما گفتیم که خشوع و خضوع با مراعات شروط نماز میشه و واجبات و ارکان نماز. باید چیزهایی که قبل از نماز شرط است مثل وضوء کامل گرفتن و پاک کردن جسم انسان و پاک کردن جای نماز، این شروط را در خود متوفر کند. و وسیله دوم این است که باید قلب خود را معلق به مسجد بگذارد و هنگامی که اذان را میشنود بعد از او مباشرتاً و بعد از او بدون فاصله به مسجد برود و تحیت المسجد یا سنت های رواتبی که قبل از فرض است او را انجام بدهد و کوشش کند که در صف اول برای خود جای بگیرد، چون این وسایل است که همه اسباب و وسایل است که انسان را به خشوع و خضوع در نماز میرساند. و همچنین وقتی که در نماز استاد می شود باید به این یقین داشته باشد که در عظمت خدا را در خود، عظمت و بزرگی الله متعال را در خود در قلب خود جای بدهد و باید به این یقین بوده باشد که در درگاه الله متعال ایستاده است و مقابل الله متعال ایستاده است و الله متعال از قلبی از او خبر است و تمام حرکات و سکانات از او را می‌بیند. و همچنین باید ذهن خود را، فکر خود را از تمام اشغال دنیا، کارهای دنیا، کارهایی که بیرون از مسجد، بیرون از نماز انجام می‌دهد، ذهن خود را از او خالی کند و فقط متوجه نماز خود و متوجه از این باشد که او مناجات با الله متعال دارد. و همچنین باید در نماز با رغبت و شوق ایستاد شود، به اکراه و به جبر نبوده باشد. و قرآنی که میخواند یا از امام قرآنی که میشنود باید آیاتی که میشنود او تدبر و تفکر کند و این تدبر و تفکر کردن در آیات قرآن کریم وسیله است از وسایلی که انسان را
به خشوع و خضوع میرساند. چون انسان وقتی که آیات عذاب را میشنود از الله متعال میترسد، از عذاب از او میترسد، در نتیجه در قلب از او انکسار و خشوع پیدا می شود. و همچنین وقتی که آیات رحمت را میشنود، آیاتی که انسان را شوق به طرف جنت و به طرف رحمت الله متعال میدهد، این آیات را میشنود، در قلب از او انکسار و عاجزی پیدا می شود و در اثر از او در نماز میتواند که حالت خشوع و خضوع را بر خود پیدا کند. و از جمله فواید خشوع و خضوع علما فواید متعددی بر خشوع و خضوع ذکر کردن که از جمله از او امیست که نماز خشوع و خضوع نماز را بر انسان آسان میگرداند. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، نماز دشوار است مگر برای کسی که خاشع و خشوع و خضوع را مراعات میکند. پس کسی که به حالت خاشعانه، به حالت خضوع، به حالت انکسار نماز میخواند، نماز برای از او سهل و آسان است. اما کسی که بدون مراعات ارکان و واجبات و اطمینان نماز میخواند، نماز برای از او دشوار است. و فایده دومی از این است که نمازی که به حالت خشوع و خضوع خوانده می شود و نماز انسان را از منکرات و از فواحش منع میکند. همچنانه که در آیت قبلا خواندیم فاقیم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، تو نماز برپا کن چون نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. و نمازی که انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد نمازی است که در روح از او مراعات شود، نمازی که با خشوع و خضوع خوانده شود. و همچنین از جمله فواید خشوع و خضوع این است که وقتی که انسان به حالت خشوع و خضوع نماز می‌خواند گریان انسان میآید، یعنی خشوع و خضوع آوردن گریان را به بار میآورد و چشمی که از ترس الله متعال گریان کند در روز قیامت از آتش جهنم محفوظ میماند. چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که دو چشم آتش جهنم به دو چشم اصابت نمیکند، چشمی که از ترس الله متعال گریان کرده باشد و چشمی که شبها در راه الله متعال در جهاد پیرو و نگهبانی سرزمین اسلام را بکند، این دو چشم از آتش جهنم محفوظ میماند. و همچنین از جمله فواید نماز این است که فواید خشوع این است که خشوع انسان را به الله متعال نزدیک میکنه. هر قدر که قلب تو انکسار در او بوده باشد، در او تضرع و عاجزی بوده باشد، همین قدر تو به الله متعال نزدیک میشی. و همچنین نماز را نزد انسان محبوب میسازد. خشوع و خضوع نمازی که با خشوع و خضوع خوانده می شود او در نزد خود انسان در قلب انسان محبوب و خوشایند می باشد. و فایده مهم و اساسی خشوع و خضوع، یکی از فواید مهمی از او این است که قلب انسان را پاک می سازد از تمام غمگینی ها، از تمام احزان، از تمام مشکلات و دشواری هایی که به سبب از او غم و اندوه در قلب انسان پیدا می شود. با نمازی که با خشوع خوانده می شود اون نماز از این چیزها را از انسان دور می‌کند، از قلب انسان دور می‌کند. لذا در حدیث است که کان نبی صلی الله علیه و آله اذا حزبه امر بادر الى الصلاه، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غمی برای ازشان پیش میشد، غصه‌ای برای ایشان پیش میشد، اندوهی برای ایشان پیش میشد، به طرف نماز میشتابیدند و میگفتند که ارحنا بها یا بلال، ای بلال تو قلب ما را با ادای نماز راحت بساز، اندوهی که در قلب ما است و نماز را اقامت بگو تا که ما با خواندن نماز اندوه از قلب ما دور شود. چون علما فرمودند که در جسم انسان یک هورمونی است به نام اندروفین و این هورمون کآبت و تنگی نفس یا هم و اندوه را در جسم انسان پیدا میکند و وقتی که انسان به حالت خشوع و به حالت انکساری نماز میخواند و با خاطر همین خشوع و انکساری این هورمون از جسم انسان بیرون میشود و با بیرون شدن این هورمون اندروفین و قلب و اندوه و غم که در قلب انسان است و از قلب انسان بیرون میشد و انسان راحت البال نماز خود را انجام میدهد. و از جمله فضایل خشوع دوستان عزیز، مهمترین فضیلتی از او برتری خشوع این است که خشوع در نماز سبب مغفرت گناه، سبب بخشش گناه می باشد. حدیثی که متفق علیه است از امیر المؤمنین عثمان بن عفان روایت شده که ایشان وضو کردند، وضوی مسنون را انجام دادند
و بعد از او فرمودند که ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیدم که همچنانی که ما به شما نزد شما وضو کردم و شما وضو را به شما به طریقه مسنون از او تعلیم دادم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همین قسم وضو کردند و بعد از انتها از وضو فرمودند که من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی که مثل که من وضو کردم همین قسم وضو بکند و بعد از 2 رکعت نماز بخواند که دو رکعت نماز با خود سخن نگوید، یعنی نمازی که در حالت عاجزی و در حالت انکسار بوده باشد، در حالت اطمینان بوده باشد، نمازی که با نفس خود سخن نگوید. وقتی که این کار را انجام بدهد الله متعال گناه از او را میبخشد. و همچنین نمازی که با خشوع و خضوع خوانده می شود سبب دخول جنت می گردد. حدیثی که امام مسلم از صحابی جلیل القدر عقبة بن عامر روایت می کند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه. هیچ انسان مسلمانی نیست که وضو بکند و وضوء خود را به طریقه خوب و به طریقه کامل انجام بدهد و بعد از او 2 رکعت نماز بخواند، در حالی که این 2 رکعت نماز به شکل بخواند که همه متوجه الله متعال بوده باشد، مقبلا علیهما بقلبه، قلبش با نماز بوده باشد، قلبش با الله متعال بوده باشد و در حالتی بخواند که حالت عاجزی و انکساری دو بوده باشد الا وجبت له الجنه. در این صورت برای از او جنت واجب می شود. پس دوستان عزیز سبب خلقت مسلمان ها انسان ها در دنیا امیست که آخرت خود را بسازند و سعادت دارین، سعادت آخرت نصیبی از اونها بگردد و سعادت آخرت نصیب انسان نمی گردد مگر به 2 چیز، اول بخشش گناه و دوم دخول جنت و این 2 چیز با نماز خاشعانه، با نمازی که انسان در حالت خشوع و خضوع انکساری میخواند بنا به احادیثی که روایت کردیم، بنا به این احادیث این 2 چیز با توسط نماز خاشعانه و خاضعانه نصیب انسان میگردد. پس به این معنا که وقتی که انسان مسلمان نماز را در حالت خشوع و خضوع انجام میدهد به این معنا که سعادت آخرت که او داخل جنت است و مغفرت گناه است نصیب از او میگردد. و وقتی که ما در سیرت سلف صالح در روش و کردار بزرگانمان می نگریم میبینیم که در نمازهایشان یعنی چقدر خشوع و خضوع را مراعات میکردن که وقتی که در نماز استاد میشدن از خود به خود میشدن، از حالتی برایشان پیش می آمد که هیچ به خود نمیفهمیدن. از آن جمله قصه تابعی جلیل القدر عروة بن زبیر که امام ابن کثیر در البدایه و نهایه را ذکر میکند که حضرت عروة بن زبیر پسر زبیر بن العوام حواری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از جمله فقهای مدینه بودند و در زهد و تقوایشان پیشه داشتند و از جمله شاگردان ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها بودند که ایشان یک روزی از روزها از مدینه منوره به طرف دمشق سفر کردند و در وسط راه برای ایشان مرضی پیش شد در پایشان، مرض ساری، زخمی پیش شد در پایشان که ساری بود و وقتی که در دمشق رسیدن اتباع برای ایشان گفت که این مرض تو خوب نمیشه، ساری هست، باید پای تو قطع گردد و ایشان فرمودند که برای اتباع گفتند که وقتی که ما در نماز استاد میشم شما پای ما را قطع کنین و ایشان در نماز استاد شدند و اتباع جای زخم ایشان را در پایشان قطع کردند و یعنی در نماز به حالتی بودن که هیچ احساسی نکردن که نه احساس درد و نه احساسی پایشان قطع میشه، با وجود از او هم احساسی نمیکردن به خاطر که وقتی که ایشان در نماز استاد میشدن اینقدر حالت تضرع و عاجزی و انکساری برای ایشان پیش میشد که از خود به خود میشدن. و همچنین امام زین العابدین علی بن حسین رضی الله عنه روایت شده است که ابو نعیم در حلیة الاولیاء روایت میکند که وقتی ایشان در نماز استاد میشدن لرزه در جسم ایشان پیش میشد، جسم ایشان در حالت لرزه میافتاد و ایشان وقتی که پرسیده شد که ای امام زین العابدین چرا این حالت بر شما پیش میشد، فرمودند که اتدرون بین من اقوم و من اناجی، آیا شما میدانید که وقتی که انسان در نماز استاد میشه، وقتی که من در نماز استاد میشم پیش روی کی استاد میشم و با کی مناجات سرگوشی میکنم، ما وقتی که استاد میشم یعنی این عظمت الله متعال را در قلب خود جای میدهم که ما
در مقابل الله متعال ایستاده هستم و با الله متعال سرگوشی میکنم. در نتیجه از او، از ترس خوفی از او، در دل من در اندام من لرزه پیدا می شود که وقتی که در نماز ایستاد میشم اندام من به لرزه میافتد. و همچنین از امام بخاری رحمت الله علیه روایت شده است، امام ذهبی در سیر اعلام النبلاء روایت میکند که یک روزی از روزها امام بخاری رحمت الله علیه در نماز ایستاد بود و گژدمی آمد ایشان را 17 بار نیش زد و از اینکه ایشان به حالت عاجزی و تضرع و خضوعی که در نماز داشتند هیچ احساسی نکردن. وقتی که از نماز فارغ شدن گفتن که ببینن که چی است که مرد در نماز کمی تشویش کرد، دیدن که زنبوری در زیر پای ایشان است و ایشان را 17 بار از 17 جای نیش زده، با وجود از او هم ایشان چیز احساسی نکردن و نماز خود را قطع نکرد، علاوه که قطع نکردن و احساس هم نکردن. و این بود حالت بزرگان ما، سلف صالح ما در نماز، که وقتی که استاد میشدن هم غمشان نماز بود و از همه امور دنیا خود را خلاص میکردن و متوجه نماز و متوجه الله متعال میبودن و به حالتی میرسان خشوع و خضوعشان را که از خود به خود بشدن. دوستان عزیز، در اینجا وقتی برنامه ما به پایان می آید و تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم و انشاءالله در قسمت آینده با ادامه این مطالب خشوع و خضوع در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما هستم و الله حافظ و نگهبانتان.